من نزدیک به 5 ماه یه رابطه‌ای بودم که به هم خورده بود. زمانی که برگشتم که بیام تو برنامه شرکت کنم، خانم مجدد دیدم و زمانی که اومدم تو برنامه روز اول با ایشون تماس گرفتم، گفتم اینه داستان، که ایشون اول به من گفت باشه ولی کاش نمیرفتی. گفتم والله من نمیدونستم، نپرسیده بودم برنامه چجوریه و ندیده بودم. یکی دو ساعت اول یه مقدار ناراحت شده بود. شبش که من گوشی گرفتم دیدم نزدیک به 10 تا مسیج بزرگ افوش فضیحت که من اومدم در صدد اینکه توضیح بدم آقا من واقعا نمیدونستم، ولی ایشون متوجه نشد و دیگه رو کامل بلاک کردیم تا 1 ماه بعد از فیلمبرداری که کم کم اون رابطه رو من اومدم در صدد جبرانش شدم، اومدم درستش بکنم. چرا هر باری که ازت پرسیدم که چیزی هست که من باید بدونم، گفتی نه، یکم باهوش باش و منو بوسیدی و خیلی راحت از بغلش گذشتی. بله شما به من گفتی که توی رابطت اشتباهات زیادی کردی، اما به من نگفتی که الان توی رابطه هستی و به من نگفتی که من میخوام برم رابطه‌مو درست کنم. گفتی ما بعد از اینکه این برنامه تموم بشه هر کدوممون میریم توی خونه خودمون به خاطر اینکه ببینیم دلمون برای هم تنگ میشه یا نه. بله تاکید میکنم سقف خونم داره آب میده، باید برم، همسایه زنگ زده اونو درستش کنم و بعد برگردم استانبول با هم دیگه صحبت کنیم. مثلا که شما داخل برنامه هم کسی هستش که باهاش در ارتباطی و میخوای بری که برگردی به رابطه‌ای، به من میگفتی به من تکیه کن، از اینجا به بعد من آمیتم. یوتیوب شما گذاشتی دختر خوب، مگه من به شما نگفته بودم؟ نه کی گفته بودی؟ شما اونجا هر شبی که من داشتم میرفتم بخوابم لبای منو بوس می‌کردی و به من شب بخیر میگفتی. شما اونجا منو بغل می‌کردی، به هم احساس می‌کردی و میگفتی که من نمیخوام تو رو از دست بدم.